محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان کاربردهای روسیه نسبت تاجیکستان را شکست سیاسی نامید. باز یک بلاگر زاده بدخشان در روسیه بازداشت شد. در ازبکستان ترتیب دریافت شناسنامه‌های بیومتری خارجی را آسان‌تر کردند. روس‌ها امسال از همه بیشتر بین کشورهای آسیای میانه به تاجیکستان سفر کرده اند. محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان با نامه سرگشاده به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مراجعت کرد. در نامه کبیری از پوتین دعوت کرد به تروریستی شناخته شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در روسیه اجازه ندهد و حزب مخالف تاجیکی را که عمدتاً بی‌طرف و حتی دوست است دشمن اعلان نکند. کبیری این تصمیم را عجولانه نامیده گفت در صورت قبول گردیدن این قرار ده‌ها و صدها هزار طرفداران و سابق اعضای حزب و شهروندان عادی تاجیکستان بار دیگر قربانی تعقیب‌ها و فشارهای سیاسی و روانی در تاجیکستان و روسیه می‌شوند. رهبر مخالفین تاجیک سیاستی را که وقت‌های آخر روسیه در تاجیکستان پیش گرفته است محکوم به شکست نامیده گفته که سالهای آخر شریکان روسیگی رحمان برای راضی کردن او قدم به قدم دستاوردهای سیاسی را که روسیه در 100 سال آخر با دیپلماتی قوه نرم و فرهنگ به آنها نائل شده بود از دست دادند. در نامه ذکر شده است که سیاست دستگیری سرکوب‌های سراسری که امامعلی رحمان نسبت مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان انجام می‌دهد علیه هزارها بدخشانی را در این منطقه از نگاه تاریخی و سنتی جانبدار روسیه رویگردان و ناامید کرد. کبیری افزوده که آنچه که پوتین در تاجیکستان انجام می‌دهد شکست سیاسی میباشد. متن پوره این نامه با زبان روسی در بخش روسی سایت پیام نشر شده است. می توانید از آنجا مطالعه کنید. باز یک بلاگر زاده بدخشان در روسیه بازداشت شده است. کامیار میرزایف که در شبکه‌های اجتماعی با نام کامچک میرزایف معروف است بیگاهی 5 سپتامبر در مسکو دستگیر شده است. در این باره پایگاه پامیر دیلی نیوز با تکیه به منابعش خبر داد. دو شخص نزدیک به کامیار میرزایف به رادیوی آزادی گفتند که او به خاطر فعالیت‌هایش بازداشت شده است و از احتمال استرداد او به تاجیکستان تشویش دارند. چند کسی که همراهش در یک خانه میزیستند نیز از جانب پلیس مسکو دستگیر شده اند تا حالا از آنها درکی نیست. کامیار میرزایف بیشتر مشکلات مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان را در شبکه‌های اجتماعی در میان میگذاشت. گزارش او درباره وضع شفاخانه بدخشان در عهد پاندمی سر و صدای زیادی را بپا کرد و سبب یاری 10 نفر از خارج شد. طبق اطلاع پایگاه پامیر دیلی نیوز در بیشتر از نیم سال آخر زیاده از 20 زاده بدخشان در حدود روسیه دستگیر و بعضی از آنها به تاجیکستان برده و محاکمه شده اند. مقامات روسیه در این باره شرح نمی‌دهند. جانب تاجیکستان پیدا شدن بعضی از زادگان بدخشان را در کشور بازگشتی اختیاری نامیده اند، چیزی که نزدیکانشان به تکرار رد می‌کنند. در جمهوری همسایه تاجیکستان ازبکستان ترتیب دریافت شناسنامه‌های بیومتری خارجی را آسان‌تر کردند. در این باره آژانس خدمات دولتی ازبکستان اطلاع داد. برای دریافت شناسنامه خارجی اکنون شهروندان ازبکستان می توانند به همه مرکزهای خدمات دولتی و یا مقامات کارهای داخلی مراجعت کنند. پرسشنامه کاغذی برای دریافت شناسنامه کاملا بیکار شده است. از این به بعد پرسشنامه در شکل الکترونی پر کرده می شود. همچنین تعداد و نامگوی حجت ها برای دریافت شناسنامه خارجی کم شده است. از آغاز سال حدودی 420,000 نفر از روسیه به خارج کشور رفتند که قریب 2 برابر زیادتر نسبت به همین دوره سال گذشته است. طور خبرگزاری اربکا با استناد به اداره راستت روسیه خبر می‌دهد در این دوره از همه بیشتر از روسیه به اوکراین 79,600 نفر سفر کرده اند. از کشورهای آسیای میانه بیش از همه به تاجیکستان 58,400 نفر سفر کرده اند. به قرقیزستان 43,600 نفر، به قزاقستان 40,700 نفر و به ازبکستان 38,600 نفر رفتند.
همچنین شمار سفرکردگان از روسیه به ارمنستان در این شاخص بعد تاجیکستان بوده 49,000 نفر را تشکیل می دهد. طبق معلومات تعدادی از روسیه خارج شدگان 218,500 نفر یا خود 2.1 برابر افزوده است. بنا به حساب و کتاب روستات از آغاز سال شمار اهالی در روسیه 480,600 نفر یا خود 0.33% کم شده است. در همین دوره سال 2021 شمار اهالی روسیه 307,700 نفر یا خود 0.121% کم شده بود. در همین حال بنا به معلومات اگنتی آماری تاجیکستان در ظرف 6 ماه سال جاری 112,000 نفر از روسیه به تاجیکستان آمده اند. این نشان دهنده در جای دوم پس از ازبکستان می باشد که به ازبکستان 319,000 نفر رفته اند.